متاسفانه امروز هستن بعضی نفرانی که از اروپا ایستاده حتی نسبت به خلق ما، نسبت به مردم خود ما یک تهمت ها، یک سخن های بی اساس و بی دلیل افشا میکنند و متاسفانه این چیز به فایده بعضی از همسایه کشورها خواهد بود و من بسیار افسوس میخورم به این گونه نفران که امروز نیستند در این سازندگی، در این بنیادکاری ها در پهلوی ما، ولی از کم کجا ایستاده از پی من نمیدونم از به منفعت خواجگان خود ایستاده نسبت آبادکاری سازندگی ما سنگ ندامت میزنند. از جمله بعضی از نوارهایی که امروز از طرف نهضتی ها و دیگر آن حزب حرکت هایی که ممنوع گردانده شده است در شبکه‌های اجتماعی پهن میگردد و ما درک میکنیم که نوارها نوارهای پیشتر هستند، حتی سالها شده است و این نوارهای پخش کننده میتواند این وضعیت را باز هم وزن‌تر گرداند و متاسفانه به سود ما نخواهد بود. این چیزها اگر آنها یک ذره هم حسی مردانگی داشته باشند، خون مردانگی داشته باشند، بیایند در نزد ما در همین مرز ایستادگی نمایند و سرزمین اجدادی خود را از بیگانه ها حفظ نمایند. امروز من چطوری که معلوم است از طرف جانبی همسایه کشور از جانب قرقیزستان بسیار ضدیت‌های تیزتون رفته شده است. در عکس حال آنها برای ما هیچ نفری نیستند، هیچ کسی نیستند، هیچ یک ما آنها رو هم ملت هم نژاد هم خون گفته نمیتونیم. آنها برای ما یک شخصان بیگانه، یک خواهی نیست میشوند.